اگه بخوای همه چیز رو مرحله به مرحله در ارتباط با امر خطیر ازدواج بدونی، اگه میخوای دچار این توهم نشی که ازدواج فقط یعنی جور شدن لباس سفید عروس و کتشلوار سیاه دوماد، اگر میخوای متوجه بشی که همیشه این حیات و اون حیات نمیپاشن نقل و نبات، بهتره که کتاب نیمه دیگرم رو حتما بخونی. 3 دقیقه روایت این کتاب از زبان سرکار خانم آیدا ابوییان. خانم سلام. سلام. خیلی خوش آمدید. متشکرم. خانم ابوییان دانش آموخته روانشناسی هستید، درسته؟ روانشناسی دانش آموزان با نیازهای ویژه است. اگه اجازه بدید بفرمایید. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، به نام او که در هر دل دانه ای از خویشتن کاشت، تا هر کس در طلب دیگری راهی به سوی خود بیابد. با سلام و احترام، آیدا ابوییان هستم، دانشجوی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه از دانشگاه فرهنگیان شیراز و مفتخرم که امروز در جمع شما اساتید بزرگوار، هیئت محترم داوران و مجریان پرتلاش این برنامه حضور پیدا کردم. خوبین انشالله. همه چیز میزون. آماده شروع. بفرمایید. کامل. اتاق فرق. معمولاً هر دختری با رویای پوشیدن تور عروس بزرگ میشه. همش میره جلوی آینه، روسری مامان رو میندازه روی سرش، میچرخه، میخنده و میگه مامان ببین عروس شدم. مامانش هم براش کر میزنه. همش تصور میکنه که لباس سفید پوشیده و دستش توی دست کسی که قرار ادامه مسیر زندگیش رو باهاش ادامه بده. این یه رویاییه که هر دختری یه جایی توی دلش نگه می‌داره. اما بیایید تصور کنید 50 ساله هستید و الان همه چیز دارید. خونه، ماشین، طلا، کسب و کار عالی. اما تنها هستید. حالا اون همه رویا جاشو داده به یه حسرت این که ای کاش آرزوهای آنچنانی رو زیر پا گذاشته بودم تا امروز کنار کسی قدم میزدم که هم جهت روحم باشه. این روزا همه انگار میخوان شکارچی باشن. یکی دنبال شکار یه دختر با پدر پول داره، دیگری دنبال شکار پسر تاجره. اما نمیدونیم هممون شکار زمانی شدیم. زمانی که بی صدا از دست میره و با خودش فرصت بارور شدن برای داشتن نسل بعد رو هم از بین میبره. من به عنوان معلم نیازهای ویژه با بررسی پرونده دانش آموزان میبینم که بسیاری از بچه‌ها از خانواده‌های مرفه و تحصیل کرده هستند، اما یکی از مهمترین علل بیماری‌های مادرزادیشون سن بالای ازدواج پدر و مادره. اون پدر و مادر امروز همه چیز دارن، اما کودکشون با بخشی از ناتوانی‌ها متولد شده. کتاب نیمه دیگرم از انتشارات آیین فطرت نوشته محسن عباسی بلدی. کتابی متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی. کتابی که مخصوص نسل ماست. نسلی که هم رویای عاشق شدن داره، هم ترس از انتخاب غلط. در قسمتی از کتاب میخونیم گاهی ما دنبال عشق میگردیم. اما اول از همه باید از زیر آوار ترس، قضاوت و تظاهر بیرون بیایم. پس وقتشه نیمه دیگرم رو ورق بزنیم تا در 50 سالگی حسرت به دل نکنیم. متشکرم از شما. برای رنگ‌ها